خواننده هایی بودیم که دعوت می شدیم به دربار و برای مهمانانشون ترانه می خوندیم. نوبت من که می شد اعلیحضرت به من می گفت اون کوه برای من بخوان. من حالا میخوام به یادش کوه براتون بخوان. تو کوه منم که سر تا پارونه کشیده سر بخشی غریبانی و پونه که تنها پیدان برای خستگی تو میدونی چی میگم تو گوش میدی به حرفا به چشم